برای برقراری ارتباط با تمامی دستگاه‌های موجود در شبکه باید آدرس IP شون رو بدونیم. برای دسترسی به وبسایت‌های اینترنتی هم همینطور. اما به خاطر سپردن آدرس‌های IP مشکله. سرویس DNS یا دامن نیم سیستم میتونه نام دلخواه شما رو به عنوان دامنه به آدرس IP مورد نظر در شبکه نسبت بده و اینطوری میشه به جای استفاده از آدرس IP به راحتی فقط از نام دامنه سایت استفاده کنید. شرکت هاستینگی که از اون دامنه سایتتون رو خریداری میکنید یک DNS سرور داره که شامل یک دیتابیسه و توی اون تمام اسامی به آدرس‌های IP متناظرشون نسبت داده شدن و شما به عنوان DNS کلاینت درخواست خودتون رو برای باز کردن یک سایت از طریق مرورگر برای سرور ارسال میکنید.